بچه ها سلام. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با چنل 0 تا 100. این ویدیو یکم جدیه، راجع به ماشین نیست. اول از همه سال نوتون مبارک. امیدوارم سال خوبی رو داشته باشید. و خب حالا به هر حال من تقریبا یه ماهی میشه که ویدیو نذاشتم، شایدم بیشتر. علتش حالا چی بود؟ اینجایی که میبینید حاصل 1 سال زحمت ما بود. اتاقی که ما اینجا ساختیم، حالا داخلش بند و بساطو دارید میبینید دیگه، اینجا روی زمین افتاده. متاسفانه اتاقو که ما حالا 1 سال تقریبا روش تایم گذاشته بودیم، یه اعماری دقیقا همین شکلی بود. روز اول سقفش و حالا پشم شیشه، دور تا دور اتاق آکوستیک، داخل کلی لوازم، سیستم، خیلی چیزا. خلاصه یه ماه پیش بود، یه ماه فکر کنم کمتر، 20 روز پیش بود که ما نشسته بودیم داخل و فیلمبردار آره یه لحظه بیاد داخل. فکر کنم یه ماه 20 روز پیش بود ما نشسته بودیم اینجا. پریزایی که اون بغل داشتیم اتصالی کرد و فیوزا پرید. فیلمبرداری که الان داره فیلم میگیره بهش گفتم برو پایین ببین فیوزا داستانش از چه قراره، چی شده و اینا. تا رفت پایین، اینجا خب کلا دور تا دور سیمایی که میبینید نورای LED مون بود که حالا دور تا دور اتاق، زیر بک‌گراند و بالا گذاشته بودیم. توی ویدیوهای من اتاقو زیاد ندیدید، فقط توی یکی یا دو تا از ویدیوها بود. ولی ما تو این اتاق ادیتامون رو انجام میدادیم. ویدیوهایی که میگرفتیم اکثرا داخل همین اتاق بود، چون میگم من فقط خودم نیستم، 3 تا چنل هست، اونا رو هندل میکردیم. خلاصه رفت پایین و من داخل اتاق بودم، درم که مثل همیشه بسته بود. یهو دور تا دور اتاق با هم آتیش گرفت و میز خلاصه افتاد زمین و من اینجا حالا داخل مونده بودم تا خدا حالا فیلم بردار اومد و من فکر کنم من چشامو باز کردم فقط یادمه که پایین بودم، کامل بیهوش شده بودم و افتاده بودم روی زمین از دودی که حالا اینجا بلند شده بود، چون سقف کامل پشم شیشه بود. و حالا میزمون که اینجا بود، صندلیایی که داشتیم، صندلی گیمینگی که داشتیم، همش به خاطر این آشغالی بود. همش به خاطر این بود. یه چیزی هلوش 200-300 میلیون تومان الان توی اتاق سوخت و گوشی که الان دست من، گوشیم داخل اتاق موند، سوخت. کامپیوتر، سیستم، تلویزیون، مانیتورا، هدست هایی که داشتیم، میکروفون هایی که داشتیم، حتی میکروفونی که الان دست منه نمیدونم کوالیتیش چجوریه. میکروفونم داخل، فکر میکنم همین دور و برا بود میکروفونم هم که سوخت. میکروفون داخل آتیش سوزی رفت و همین دور و بر بود. اون روز جنازه میکروفون رو ما پیدا کردیم و خب حالا خیلی 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 چیزای دیگه. خلاصه دارید میبینید دیگه، وضع اتاق از همون اولش که ما نساخته بودیمش هم الان بدتره. خلاصه به لطف خدا یه سری چیزا رو تونستیم جمع کنیم، سیستم رو تونستیم، باز یه سری قطعاتش سالم مونده بود تونستیم جمعش کنیم، میکروفون رو تونستیم بگیریم. اتاقو یه مقدار که نه، یه اتاق معمولی جمع کردیم، کارامون داریم داخل اون انجام میدیم. ولی خب دیگه این اتاق میگم علاوه بر کارهایی که ما داشتیم داخلش انجام میدادیم، خیلی واسه ما خاطره داریم توش. حالا
ما شبا خیلی شبا شده اینجا میموندیم، میخوابیدیم، گیم میزدیم اینجا، نمیدونم کارای ادیتمون، هر کاری که شما بگید. ما مثلا دیگه قشنگ 1 سالمون رو کامل توی این اتاق بودیم. و الان تقریبا هیچ چیزی ازش نمونده و اینو جدی دارم بهتون میگم، اگه بچه از این کوفتیا دارید توی خونه، این هیترهای مزخرف دارید توی خونه، واقعا روشن نکنید. هیتر زد و کل سیمکشی به فنا رفت. اتاقو براتون میذارم الان ببینید اتاق چه شکلی بود. اتاق معمولی نبود واقعا. که آکوستیکای تخم مرغی زدیم و سقف هم که میبینید دیگه. دم و دستگاه هم که فیلمبردار عزیزمون توضیح میده. فیلمبردار البته ادیتور هم هستن. آره ادیتورمون هم هست که یکم باید. استودیو بود بیشتر دیگه از وضع دیواراش معلومه دیگه. دیوارایی که فلزی بودن دیگه سیاه شده، نمیدونم هیچ چیزی نمونده. سیمایی که همینجور اینجا لخت ولو افتادن. جالبیش اینه سقف نریخته بود. بعد 3-4 روز سقف ریخت و باز همه چی بدتر از قبلش هم شد. وسایلی که داشتیم مثل پایه های دوربینمون، صندلی، اون یکی صندلی، خیلی چیزا اینجا. حالا هدستایی که داشتیم، هدفونایی که داشتیم، اون طرف زیر پای فیلم بردار ست کامل ریزری که داخل اتاق بود دیگه. نمیدونم، حالا خلاصه بیاید بیرون رو بهتون نشون بدم بچه. این سیم سیاری که میبینید اینجاست، ما دقیقا یه دونه هم این بالا بسته بودیم. سیم سیار ترکید، یه چسب اسپری داخل اتاق بود، ترکید، باعث شد که سیم سیارا بترکه و این میز همینجوری افتاد روی پای من و فیلمبردار اومد حالا کمک کرد در آورد دیگه. حالا به هر حال خیلی نمیدونم، تلویزیون رو فقط شما بیاید ببینید. نمیدونم چی باید بگم واقعا. خیلی یهویی شد و الان نمیدونم. حالا فرمون و پدالایی که باشون ویدیو گرفته بودم براتون، ریزر هانتمن الایت، موس وایپر ریزر، میکروفون ریزر مینی. البته خب میکروفون رو گرفتیم ولی خب بازم به هر حال یه خاطره خیلی بدی از اینجا برامون مونده. نمیدونم واقعا چرا باید اینجوری میشد، ولی خب خودمونم طی این 1 ماه توی حالا شرایط روحی خوبی نبودیم که بخوایم براتون ویدیو بذاریم. نه من حالم زیاد خوب بود نه بچه ها هم حالا توی ویدیو دیدید دیگه. اتاقو براتون میذارم چه جوری بود چه شکلی بود، ولی واقعا الان بچه ها به حمایتتون واقعا نیاز دارم. هر سابسکرایبی که به چنل من اضافه بشه، هر ویدیویی که برای من لایک بخوره، هر کامنتی که برای من بذارید، واقعا الان برای من ارزش داره. خواهش میکنم چنل رو ساب کنید. ما حداقل یه مقدار شرایط روحیمون بهتر بشه، بتونیم حالا ویدیو رو بازم براتون اوکیش کنیم. واقعا الان که دارم حرف میزنم اتاق رو نگاه میکنم واقعا بغضی شدم. چون میگم فقط محل کارمون نبود، میدونی چی میگم، 1-2 سال خاطره این تو داریم و نمیدونم خلاصه چی باید بگم. سقف تمام از اینا بود، تمام از این پشم شیشه ها بود. فقط من یادمه افتادم روی زمین از شدت دودی که داخل اتاق بود و شیشا 2 تای اون طرف قشنگ من دیدم ترکید و خب دیگه کاملا فکر کنم بیهوش شده بودم تا وقتی منو کشیدم بیرون. و تازه بعد کشیدن من اینجا بازم داشت آتیش میگرفت، آتش نشانی رسید و نمیدونم این داستانا. واقعا بچه حواستون باشه، من اینو جدی دارم میگم. حالا به عنوان یه کسی که تجربه شد واسم، واقعا از هیتر استفاده نکنید، واقعا استفاده نکنید. حتی اگه شده یخم بزنید هیتر رو روشن نکنید.
دیگه سیمکشی و نمیدونم این داستانا رو بسپارید به یکی که کار بلده دیگه. نمیدونم، حواستون باشه حتما یه کپسول آتش نشانی داشته باشید، چون اونجا یه تیکه آتیش بود، شاید یه آتیش انقدی بلند شد و یهو زد همه چی رو ترکون. چون دیوارای ما هم حالا آکوستیک بود، ابری بود، همش رفت. خلاصه همین بچه، واقعا به حمایتتون الان لازم داریم. هر یه دونه سابی که میکنید الان برای ما واقعا ارزش داره. حداقل ما بتونیم یکم خودمون رو جمع و جورتر بکنیم که حالا بتونیم یه ویدیوهای خوبی رو براتون بسازیم دیگه. اول اینکه شاید بازم 1-2 هفته ویدیو نذارم، ولی پرقدرت برمیگردیم. حالا تمام این چیزایی که سوخته به کنار، این بالا رو کلا دست بهش نمیزنیم احتمالاً، ولی خب بازم حیف بود دیگه. بچه‌ها خواهشاً چنل رو سابسکرایب کنید، خواهشاً لایک و کامنت یادتون نره و همین دیگه. دمتون گرم. ببخشید اگه یکم حالا مود شما هم اگه حالا یکم بد شد، من شرمندم، ببخشید. ولی خلاصه همین، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. ممنون.